فرایند رنگ اولین کاربرد خود را آغاز کرد. در این زمان تدوینگران فیلم شروع به آزمایش رنگی و جلوه‌های ویژه ابتدایی خود را کردند و این رویداد و تحرکی که در آن وجود داشت برای جلب توجه تماشاگران برنامه‌ریزی شده بود. با اینکه ژورژ میلیس فرانسوی که یک شعبده‌باز ماهری بود، چشمانداز قصه‌گویی در سینما را وسعت بخشید و با کارهای خود نظیر سیندرلا، سفر به ماه و غیره خدماتی به صنعت سینما بود. اما کارهای او محدودیت اجرای تئاتری داشتند. دوربین ثابت بود و از بازیگران فاصله داشت. دیوید وارد گریفیث از همان اوایل کار خود متوجه شد که اجزای کل صحنه در فاصله ثابت از دوربین محدودیت‌هایی به همراه دارد. هرگاه می‌خواست افکار یا عواطف شخصیتی را القا کند، دوربین را به هنرپیشه نزدیک می‌کرد و با ضبط حالت‌های چهره احساس کاراکتر را به بیننده منتقل می‌کرد.